بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران علی اسلام، قبل از همه در این روز سعید، روز مبارک، روز با برکت و روز اجابت دعا، در آغاز صحبت دعا کنیم پروردگارا امروز جمعه و همه روز و همه وقت و همه سال ما را با برکت مبارک. پروردگارا در این روز سعید جمعه، روز اجابت دعا، همه حاضرینی که دست امید به سوی خودت برداشتند، هر یک امیدها و آرزوها و نیتهای نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار همه حاضرین و خصوصا همه اینهایی که هفته گذشته و مدتی در این مسجد و مرکز کار و فعالیت و مهنت و زحمت کشیده ایستادند، صاحب کاران مبلغ گذاری میکنند، پروردگار همگی رو در عوض این همه مهنت و زحمت و مبلغ گذاری هایشان برکت و عزت و سعادت دائمی این دنیا و آخرت نصیب روزی بگردان. پروردگار در این روز اجابت دعا، روز مبارک، کشور ما را همیشه آرام، همیشه آباد، همیشه پیشرفته و ترقی کرده از جهت دین و دنیا در حفظ و حمایه و پناه خودت نگه بدار. در این عصر فتنه و عداوت و دشمناگری و ناآرامی ها کشور ما و سایر امت اسلامی را زیر سایه رحمتت و با نظر خیر و برکت نظر رحمتت نظر کن. از تمام آفت و فتنه ها در پناه عصمت خودت نگه بدار. تمام خیرخواهان این کشور و اسلام و مسلمین را در تمام کارهای خیر و عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. برادران علی اسلام، موضوع موعظه امروزه ما در مسئله خرافات هست. خرافات یعنی افسانه و قصه و ساخته و بافته های انسان های بی‌سواد، انسان های ویم که مغرض، غرضناک. این خرافات ها و کارهای را بافتند و ساختند که به ضرر تمام انسانیت و به ضرر خصوصا مسلمان است. ولی خرافات تنها در بین مسلمانان باشد، دیگر ملت های غیر مسلمان نباشد نیست. جادوگری و فالبینی که بین دیگر ملت های غیر مسلمان هست عموما بین مسلمانان نیست. فالبینی و جادوگری هم یکی از خرافات ها هست. بدبختانه بعضی از بی‌سواد و ساده‌لوح را میبینید که همین گداهایی که در راه گدایی میکنن، ناکام و دیدویی که هستند، بیا فالت بینم، از نمیگی جایت بینم، کیم چی کار کنم، چند جمله های بفته ساخته یعنی مطابق موافقی پیوستند رو آموختگی هستند، میگوین میرن پیش همون ها، گویا که بختشان رو میبیند یا که از کف دستش میبیند، از پیشونیش میبیند، نمیدونم. از برای خدا یک بی‌فراستی، یک بی‌عقلی، سست‌دینی، ضعیف ایمانی، از برای خدا همون یک آورا و سرگردانی که در بدر کوچه به کوچه میگردد، میگوید بیا فالت ببینم. اگر اون قدر رو دانشمند باشد، غیبی تو رو بداند، آینده تو رو بداند، حیاتی خودش رو نمیسازد، در زندگی کامیاب نمیباشد. تو اینکه در بدر دیدوگی کند، دیدو سرسان و سرگردان در گرمی و سردی و در تمام یعنی چیز میگردد، آورا و سرگردان، بدبختی تو رو میسنجد و تو رو خوشبخت میکند. خوشبخت نمیکند، بدبخت میکند. این رو چی میگن؟ این رو میگن خرافات، سفسطه‌گویی با فند فریب. میگن قریب اومد، یعنی قسمی دیگه بتی قریب آوردم، یعنی جای قریب دیگه بتی تمام کیسه تخالی میکنه، نگه بره، میگه که تو با احمد احمق بده، بره بزا بره. همین میگوید، اون میگوید که تو از من دم احمقتر، یعنی چیز نکمتر بده.
دیگر هیچ چیز نمیگه. اون فول بینه که فولاد میبینه، فولاد بینم از کفی دستت بینم. انا که تو همسایه داری، همه انسان همسایه دارد. کی به همسایه زندگی میکنه؟ همسایه دستی چپ و همسایه دستی راست نمی چیکارت کرده است چیکار. یعنی چی؟ همه رو با هم دشمن میکند. ولی میروه دیگه از همسایه هم گمونی بد، از ینگه و از همسری اکا و دودر یا که اپا و خواهر و دیگر شوهر و نو از همه گمونی بد، تو زندگیت میشود تباه، زندگیت میشود تلخ، از همه گمونی بد میبری. هیچ همی کارم پیش نرفته است و دست نمیدونم کی بسته استش. او نه بسته است هیچ کس. هر بر وقت بخیز، خدا بگو صبح بر وقت بخیز. با برکت پیامبر علیه السلام میگوید که امت من رو برکتش در سحر خیزی است، در بر وقت خیزی هست. تو نیمی روز تا ساعت 10 11 و 12 هم خواب میکند، کلش مثل کدو دم کردگی، دیگر عقلش به هیچ چیز نمیگیرد. بعد میگه پیش کاری من، پیش روح من بستگی است. پیش روحت بستگی نیست. خداوند عزوجل این زندگی، این حیات و این دنیا رو دنیای مهنت زحمت قرار دادگی هست. سحر بر وقت بخیز، بعد هیچی نیست برای سنجش. اصلا که باید مسلمان همه عبادتش، همه زندگیش رو باید به خاطر پروردگار کند. اگر شک داشته باشی 40 روز بر وقت بخیز، ولی شبا دراز شده است، ساعت 4 بخیز، یک چند رکعت نماز تهجد بخون، یک چند صد بار استغفرالله بگو و چند صد بار دیگر تو نماز بامداد درود و صلوات بگو. چی را هم ندونی همون صلوات ابراهیمی را میدونید آخر، همه میدوند که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چند صد بار بگو، بعد ببین در زندگی چی تغییراتی، چی برکتی به وجود میاد. بعد پیش کارت چقدر میرود، پیش میرود. مهنت زحمت نمیکشد، میخواهد که از آسمان برایش تنگه و طلا بریزد. چنین نیست. پروردگار آشکار و روشن میگوید استعیذ بالله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار هیچ کسی رو به سعادت نمیرساند مگر اون انسان مهنت و زحمت بکشد. هیچ جامعه و جمعیت و کشور و وطن رو به سعادت و به کامیابی ها نمیبرد مگر اون ملت و اون کشور و اون دولت و اون ملت چکار کند؟ مهنت و زحمت بکشد. بعد مهنت زحمت میبینید که چقدر برکت، چقدر پیشروی، چقدر سعادت میآید. اونایی که پیشروی کردن با خوب پیش نرفتن، با تنبلی پیش نرفتن، پیشروی نکردن، با غافلی پیشروی نکردن، با اختلاف و نزاع و گیج و یعنی بدبختی پیشروی نکردن، با متحدی دست با هم دادن، همه برادر و همه یک تن یک جان شدن. که خانه اش رو مسیح نمی رویم خورد. همین پدر مادر چند فرزند در همون اویله همه دست با هم بدهند، پدر و مادر رو احترام بالای چشم دیده بردارن، پدر و مادر هم همچون جان و جگرش نسبت فرزندانش مهربان، همیشه با مصلحت. بچه هم این کار ضرر دارد، این کار کن، این کار نکن، بچه هم خب دیگه بعضی هم یک نوشیدنی و یک کشیدنی رو از زن و فرزند همه بالا میدونند. لیکن در عموم ما میگوییم حالا همین اویله سعادت و برکت و عزت و کامیابی برای اهل همین خانواده به وجود میآید. همه خرسند، همه عزتمند، همه با آبرو، همه کامیاب، همه موفق، خانه هم آباد، خانه هم آرام، زندگی آسایشته، زندگی خوب. در نتیجه چی؟ در نتیجه احترام پدر و مادر و مهربانی نسبت فرزندان. پیامبر علیه السلام میگویند که من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. کسی به بزرگسالای ما و محترمای ما اگر احترام قائل نشود، احترام نکند، چی پدر و مادر باشد، چی استاد باشد، چی بزرگسال باشد، چی کلانسال باشد، هر کسی که نباشد، و به خردسالای ما و به
ضعیف و ناتوانای ما رحم نکند فلیس منا، از مسلمانان نیستم، مسلمان نیست. فلیس منا، از ما نیست. کی از مسلمان ها نیست؟ پدر و مادر احترام نمیکند، کلانسال احترام نمیکند، راهبر حاکم اونه که متصدی ها احترام نمیکنند، فقط نزاع و نفاق و فتنه ایجاد میکنند و به ضعیف و ناتوان، به فرزند و اهل و خانواده و زیردست و یعنی کارگر و دیگر رحم نمیکند، اون مسلمان نیست. لیکن اگر این قاعده در حدود عائله اگر رعایت شود، همون خوشبختترین عائله همین عائله نیست. ولی همین عائله یک حکومتی خورد است، عبارت از پدر و مادر چند نفر، یک حکومتی خورد. و حکومت یک عائله بزرگ است، چی در اونجا فعال باشه، در اون خوردش فعال باشه، چی در وسیعش فعال باشه، مفید باشه، سعادت دنیا و آخرت رو به دست میارید. خداوند عزوجل عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت رو میدهد. لیکن کامیاب شدن آسان نیست برادران اهل اسلام، کامیاب شدن آسان نیست. حالا فرزند تربیت کردن هم آسان نیست. وقتی یک فرزند رو تربیت کنید که اون شخصیت شود، خونی جگر میخورید که بعد اون فرزند بعد کسی میشود، شما کامیاب و افتخار میکنید به اون فرزند، برای اون خیلی مهنت و زحمت لازم است. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پروردگار کامیاب نمیکند مگر اون انسان خود کامیابی خود رو، سعادتی خود رو سعی کند، تلاش کند، مهنت کند، زحمت بکشد، دست با هم بدهد، کشورش آرام، هر جایی که میخواد تمام این نعمت‌ها از آرامی کشور سرچشمه میگیرد. اگر کشور آرام نباشد و ببینیم که در چهرت خنده و تبسم دیده شود، تمام همه غم در تر میشود. خدا نگه دارد. مسلمان باید همیشه مهنت و زحمت. حالا خلاصه همین آیتی کریمه رو، آیه قرآنی رو، گفته پروردگار رو، سالخورده و تجربه دارای ما، بچه خدا گفته است از تو حرکت از من برکت. حالا به خاطری که در زندگی زن و شوهری کامیاب شوی خیلی مهنت و زحمت جان میکنی، کوشش میکنی. چی جمله بگویم که همسرم خشنود خرسند شود، با امید شود خانه رو با دست دندانش مستحکم بگیرد. چی معامله کنم که کامیاب شوم؟ متاسفانه و بدبختانه گاهی بعضیا کوشش میکنن که همسرش بدبخت شود و خودش کامیاب باشد. چنین نیست. همسرت که بدبخت شد خودت بدبختی. یا بعضی زنها میخواهند که شوهر زیر پا کند، تحقیر کند، به ابرو کند، و بعد فکر نمیکند که میگوین که همین زنی کی هست. و خاطری که با عزت و با برکت و با سعادت زندگی کنید، شوهرت رو بالای چشم دیده بردار، میگوین که زنی فلانی هست. دانشمند میگوید که زنی با فراست شوهرش را همچون شاه احترام میکند، بالای چشم دیده میبردارد، خودش ملکه میشود. اما زنی به اندیشه بدخو شوهرش رو چنان تحقیر میکند، بعد خود رو زنی که زنی لئیم، زنی حقیر میشناساند. انسانی عاقل چه شوهر باشد چه زن باشد، برای زنی خود، برای شوهر خود جان میکند که کامیابش کنم. در همین صورت هم خود و هم همسر و هم فرزندو همه کامیاب میشوند. ناکامی همسر زن ناکامی فرزندان است. بخاطر که میخواهید، اگر میخواهید که فرزندو کامیاب باشد، با مادر فرزندو مناسبت رو تغییر بده. ما برنامه مستقیم یوتیوبی داشتیم، خیلی سوالای زیاد بود در تربیت فرزند، در معامله زن و شوهری. لیکن خرافات یعنی چی؟ چرا من اشاره به این کردم؟ بخاطر که بیسوادی انسان رو به خرافات میبرد. بیسواد پیش فالبین میرود، بیسواد پیش جادوگر میرود. یکی از عالم است، دانشمند است، دانشمند دین، عالم دین است، ملای خیلی خوب است. بعد گذشتن همسرش میگوید یک زنی گرفتم، یک چند فرزند شد، فرزند نمیپاید، 2 ماه 3 ماه میپرتاید. بیدرنگ از من میگوید زنم رفته است پیش جادوگر.
بعد جادوگر گفته است که عیب شوهرت است. میگوید یک از بیرون اومدم خونه یا از کار اومدم خونه، ولله رو برداشته شده است که همین بدبختی تو بدش اینه چند کودک ویران شد، من کودک دار نشده شدم، تو ایو تو او دیگر و دیگر و دیگر. میگم میزنه خب من 5-6 فرزند دیگر دارم مخی عزیزم، اگر من عیب میداشتم عیب در من میشید این زن اخی همین کلی فرزند داره. کی گفت را؟ جادوگر. کدوم جادوگر؟ فلانی. در کجاست؟ بیا بریم. میگم بعد رفتم گفتم از خدا نمیترسی؟ باز متاسفانه بدبختانه ریش و سله و جیلک و کی؟ همون جادوگر. اگر همون ریش سله نموند باورش نمیکنن شاید، به خاطری که باورش کنن چند بیچاره یا که کم سوادی به درکی بفهم و اون خرافات ها و بافته ها و ساخته های اون باور کنند، باید که خودش رو نمایان کند یک شکلی که باورش کنند. صدقه همین ریش و سله شوی خدا بزندت، از خدا نمیترسی؟ تو از غیب حالا من چی کمودی دارم بگو اینا. معلش زنی مرا گفته که شوهرت عیب در شوهرت هست. خب اینه من در روبروت هستم، اثبات کن که در انا همین عضو من یعنی یکون علت هست. با خلاصگر زور شد میگه گفت که توبه کردم بابای ملا، من توبه کردم. خیلی دیگر یکی ایدانم برو من تو خونه مرا سیاه کرد، زندگی مرا تباه کردی، همیشه می زند مرا خوب کنی نمون. تا روز گفت عصبم خراب قریب که بیمار میشد. از روی کدام تجربه این قدر طبیبو این قدر اپاراتور پیشرفته و ترقی کرده معالجه کرده نتوانسته ایستاده است؟ تو از کجا گم میزنی؟ کو بگو. میگه با خلاصگر زور شد توبه کرد. ولی پشت درش میگه نوبت ایستادگی از مردم، همون دروغی کذابی کافری نامسلمان. جادوگر مسلمان نیست. متاسفانه بعضی باز عوامناس میگن که ملاگیش کردن یعنی جادوگر. ملا یعنی ملا جادوگر نمیشود، جادوگر کافر است. جادوگر کافر است. حتی حکومت جزا معین کردگی است برای جادوگری فالبینی. میگه ملاگیش یعنی ملاش چه زوره؟ ملاش زوره یعنی چی؟ جادوگرش زور است. نعوذ بالله. اینو میگه خرافات. همه میگه اکثریت زن ویش چلای تیلاشا میدید و زنجیری تیلاشا میدید، اسمانه تیلاشا میدید. یعنی این رو میگن چیز؟ خرافات. جادوگر فالبین مسلمان نگوید. قرآن خدا میگوید که کافر است. اگر اون به پروردگار باور داشته باشد غیب نمیگوید. حالا این مرد رو ناسنجیده و نفهمیده چرا اون زن رو گفت که عیب در شوهرت هست؟ کافر است. در کافری اون نانش حرام است، خویش شدن با او حرام است، با او خویش تبار شدن حرام است، با او نشستن حرام است، گوش کردن اون حرام است. که جادوگر فالبین احتیاط باشید. ضربه به ایمان خود به اسلام خود ضرر و خطر میرسونید. احتیاط باشید. در نتیجه چی؟ خرافات پرستی. حالا فرزنددار شدن یا نشدن این دادی پروردگار است. پروردگار میدید امتحانات میگیرد. نعمت هم دادمت شکرانش به جا آوردی و نه آوردی، یا این نعمت رو ندادم شکر میکنی و نمیکنی، صبر میکنی و نمیکنی. همین است. میدید امتحانات میگیرد، نمیدید امتحانات میگیرد. برای همین با هر سختی های زندگی پیش هر کس و نوکس نروید. این مشکل های زندگی و سختی های زندگی اجر دارد. هیچ سختی زندگی به اجر نیست. پد درد میکند، میونه درد میکند. درست که مسلمان باید برای معالجه و طبابت پیامبر علیه السلام میگن که هر دردی را که پروردگار فرستاد دوایش را فرستاد. هر کسی که جستجو کرد اگر مرگ نباشد پیداش میکند، خداوند شفایش میدهد. جستجو حتمی است. لیکن تو شفا یافتن پروردگار اجرش کم مکن. مشکلی های زندگی مسلمان رو نباید به خطر و به ضرر به فالبین و به جادوگر ببرد. برعکس مشکلی زندگی به خاطری هست که پروردگار میگوید من به بندم مشکلی دادم تا اینکه صدقاً من رو پروردگارم بگوید. سر درد کند، یک جای درد کند، از عمق قلب پروردگارم میگوید یا نمیگوید. اگر در صحتی سلامتی در یک روز چند باری بگوید، اگر در بیماری ممکن زیاد از 1000 بار پروردگار رو الله بگوید.
و این مشکلی هم به خاطری است که بنده مؤمن پروردگارش رو صدقاً مناجات کند. پروردگار بعضی از دوستانش رو دوست می‌دارد و مشکلی می‌دهد تا اینکه صدقاً از اون که قلب اون پروردگار رو بگوید نزدیک شود است. لیکن مسلمان باید در همه حالت محنت و زحمت. ولی دو چیزی رو پروردگار تقدیر کردگی هست به خاطری که به خرافات نرویم. دو چیزی مهمی که در زندگی هست این رو تقدیر کردگی هست، لیکن وابسته به سعی تلاش بنده اش وابسته کردگی است. یکی ریسک، خداوند عزوجل ریسک رو تقدیر کردگی است، لیکن وابسته به محنت و زحمت بنده اش وابسته کردگی است. بنده چگونه محنت و زحمت میکشد یا نمیکشد. ولو برای این ریسک وقتی که انسان مسلمان محنت و زحمت میکشد، طلب ریسک حلال عبادت است. هم ریسکش رو به دست میارد، هم عبادت اجر و پاداش بزرگی رو به دست میارد. هم ریسک رو به دست میارد با راه حلال، با راه عزت، با راه برکت، با راه چیز، با یک آب رو محنت میکند، ریسکش رو به دست میارد. هم ریسکش رو پروردگار میدهد، هم اجرش میدهد. محنت زحمت دهقانی کرده شده است در همون زمین، انا همون در عبادت مشغول است. همین جا نشسته اید شما، همین عبادت است. قدم میزنید میوید، این عبادت است. میبرید یک پولی چیز نوچیزم که باشد، اگر برای عبادی همین مسجد در همین صندوق های خیره همین میموند. این رو کم ارزیش، این رو یعنی کم نبینید. همین سبب سعادت و عزت برکت دنیا و آخرت می شود. همین پدر رو یک بار پدر جان مهربانی کردید، از پیشانیش بوسه کردید، یا مادر رو مادر جان مهربانی کردید، از پیشانیش بوسه کردید، همین عزت و برکت و سعادت دنیا و آخرت برایت می شود. این رو کم نگیرید، کم نبینید. برکت در رزق روزیتون می شود. جوانان عزیز، یکی رزق، یکی عمر رو پروردگار دادگی هست. 90 است، 100 است، 110 است، 80 است، چندی که باشد، اون عمر رو انسان میبیند. لیکن پروردگار همین عمری رو که داده است با سلامتی و با عزت و با توانی و با خوبی و با خوشی و با خرسندی، به خاطر دیدن باید بنده حرکت هایی کند. حالا ببینید 5 وقت نماز، طهارت، پاکی، نظافت، تازگی، حرکتی در نماز، این همه برای همین سلامتی همین بدن است. از این حرکت های ما پروردگار هیچ فایده و منفعتی نمیبیند. پروردگار هیچ فایده نمیبیند. این همه رو فایده رو ما میبینیم. این برای فایده ما هست. درست که ما به خاطر پروردگار خالصا لله یعنی عبادت میکنیم، لیکن همه این حرکت برای منفعت ما و شما هست. هم عمر رو میبیند، هم سلامت زندگی میکند، سالم زندگی میکند، بردم زندگی میکند، توانمند زندگی میکند. هر روز صبح خیزید یک چند کیلومتر راه بروید، قدم بزنید تا اینکه سالم باشید. نماز بامداد خواندید، یک حرکت کنید، چند کیلومتر قدم بزنید، یک تسبیح در دست، چند هزار بار سبحان الله و الحمدلله و استغفر الله، هم یعنی عبادتی در عبادت می شود. همین راه رفتنی برای سلامتی عبادت است و این تسبیح تعلیلت برای عبادت است. هم سالم و بردم زندگی میکنی، هم خرسند و خشنود و سالم، و هم پروردگار از تو راضی و تو از پروردگار راضی. یعنی خرافات انسان رو بدبخت میکنن و بدبختی میبرد. در حذر باشیم. دعا کنیم پروردگار امروز و همه روز ما رو با برکت، در این روزی سعید جمعه گذشتگان همه ما رو رحمت مغفرت، جایشان رو جنت، روحشان رو شاد. در این روزی سعید جمعه که اجابت دعا هست، پروردگار رو بین امت اسلامی خصوصا هموطنان عزیز ما اخوت و محبت و دوستی و برادری دائمی را، خیرخواهی نسبت همدیگر را دائمی و ارزانی بگردان. پروردگار دعاهای ما را به درگاهت قبول بفرما، دستهای ما را خالی مگردان. همه این حاضرینی که دست امید به سوی خودت برداشته‌اند، همگی را کامیابی ها و عزت و سعادت و برکت دائمیت را نصیب روزی بگردان. پروردگار همه اونهایی که در صف
ارتش خدمت وطن کرده ایستادن، همه اونها رو سلامتی و عزت و شجاعت و برکت عطا فرما. پروردگارا همه ما رو زندگی حلال و پاک و به آزار و به آلایش و همه ما رو مفید و منفعتناک برای خود اهل خانواده و وطن و کشور و اسلام و مسلمین مفید و منفعتناک بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آمین برحمتك یا ارحم الراحمین. جا یک ختم قرآن به دست از نام حاجی سید بیگ، خداوند عزوجل اجر پاداش خیر برکت این رو بر روح پاکی حضرت محمد علیه الصلاة و السلام و تمام گذشتگان همچون نور و رحمت مغفرت بگردان. یا رحمت